اگه سوالات در مورد علی تموم شد، در مورد خودم هم یه چیزایی میتونی بپرسی. چه جوری هستی کلا؟ چه جور آدمی هستی؟ نمیدونم، از بقیه باید بپرسی. الان گفتی از خودم بپرس، من دارم میپرسم میگم بقیه باید بپرسی. در مورد ستایش دوست داری حرف بزنی؟ در مورد ستایش میتونی بگی نه. بیزو حرف بزنم دیگه. در مورد ستایش اینقدر سالها در موردش حرف زدم که الان نمیخوام در موردش. اخیراً یه جایزه بردی توی شانگهای. اخیراً نبوده، 3 سال پیش بوده. اخیر شهاب حسینی خیلی خوش تیپه. پس خوش‌تیپ‌ترین بعد علیا، همه بعد علی. مهربونه، آخه فقط صورت آدم نیستش که. اگه سوالات در مورد علی تموم شد، در مورد خودم هم یه چیزایی میتونی بپرسی. چه جوری هستی کلا؟ چه جور آدمی هستی؟ نمیدونم، از بقیه باید بپرسی. الان گفتی از خودم بپرس، من دارم میپرسم میگم بقیه باید بپرسی. در مورد ستایش دوست داری حرف بزنی؟ در مورد ستایش میتونی بگی نه. بیزو حرف بزنم دیگه. در مورد ستایش اینقدر سالها در موردش حرف زدم که الان نمیخوام در موردش. اخیراً یه جایزه بردی توی شانگهای. اخیراً نبوده، 3 سال پیش بوده. شهاب حسینی خیلی خوش تیپه. پس خوش‌تیپ‌ترین بعد علیا، همه بعد علی. مهربونه، آخه فقط صورت آدم نیستش که.